به وجود الله سبحانه و تعالی است. خود دلایل فطری هم به وجود الله سبحانه و تعالی آسان است. یک نفر آمد، یعنی ما و شما که هستیم فطرتاً با ایمان هستیم، خلاصه میم زود خلاص شد. دلایل فطری چی است؟ که ما و شما فطرتاً الله متعال به اساس رحمت خود هر کس با ایمان به دنیا میره. فهمیدین یعنی؟ مثلا الله متعال از روزی که الله متعال ارواح انسان ها را خلق کرد گفت الستو بربکم قالوا بله. از اون روز ما مسلمان هستیم. چندین میلیون سال پیش یک نفر قوم پرست بود گفت مثلا 5000 سال میشه پشتون هستم، 14 سال پیش اسلام آمده. ز 15 کال مخکې وای ز پښتون قوم پرست. باز ما برش گفتم لالا دی 15 میلیون کال مخکې مسلمان بود. تو وقت نه پشتون بود نه تاجیک بود، ما چی بودیم؟ ما مسلمان. الستو بربکم قالوا بله. و رسول الله سمیه که کل مولود یولد علی الفطره، هر کس به ایمان فطری چی میشه و از جعفر تولد میشه. و جعفر صادق رضی الله تعالی عنه میگه کسی پرسان کرد که چطور بفهمیم که خالق وجود داره؟ گفت فکر کن کشتی هستی و کشتی خراب میشه، کشتیبان بعد میگه کشتی دیگه سر در بین بحر تکه میشه و خراب است، ما دیگه هیچ کمک کردن نمیکنه. همین لحظه کشتی غرق میشه، در دلت چی میگرده؟ گفت در دل میگرده که یک کس دیگه هست که در این لحظه هم میتونه مرا چی بده؟ نجات بده. پس در فطرت انسان چی هست؟ خالق وجودش در فطرت انسان هست. سبحانك اللهم وبحمدك.